در این برنامه شما رو با 5 پهپاد مرگبار و تاثیرگذار در شرق کره زمین آشنا میکنم که آمریکایی ها و غربی ها رو به شدت نگران کرده و همچنین حساس و متعجب. باور کنید که آخرین پهپادی که بهتون معرفی میکنم عجیب و غریب ترینشونه. در حال حاضر پهپادهای نظامی دنیای نبردها رو تغییر دادن. بهترین ویژگیشون هم قابلیت حملات دقیق، شناسایی و دیدبانیه، اونم بدون هیچ خطری برای اپراتور یا انسانها. تقاضا برای پهپادها به شدت افزایش پیدا کرده و هر کشوری داره زرادخانه‌های نظامی خودش رو تا جای ممکن از این محصول پر میکنه. سلام و عرض ادب خدمت همه شما رفقای عزیز. من امیرحسین برازنده هستم و خوشحالم از اینکه ما رو برای دیدن انتخاب کردید. خب اول میریم سراغ کشور چین که ببینید چی کار کرده. اگر یک پهپاد بتونه 10,000 کیلومتر پرواز کنه، عملیات دریایی انجام بده، زیر دریایی پیدا کنه و همزمان موشک هم پرتاب کنه، اسمش رو چی میشه گذاشت؟ معرفی میکنم پهپاد چینی و فوق قدرتمند وینگلونگ 3. این پهپاد جدیدترین و پیشرفته ترین نسخه از خانواده مشهور و صادراتی وینگلونگ در چین هست. رقیب مستقیم پهپادهای آمریکایی در بازار جهانی. این پهپاد 12 متر طولشه. حد اکثر وزنش هم به 6 تن و 200 کیلوگرم میرسه. برد عملیاتی این پهپاد بسیار خیره کننده است، یعنی 10,000 کیلومتر. 40 ساعت میتونه در آسمون پرواز کنه. در بحث حمل سلاح هم 16 جایگاه در زیر بالها و بدنش داره. یه جورایی اندازه یک جنگنده سلاح هم میکنه. در همه نقش‌ها میتونه ظاهر بشه. پهپاد وینگلونگ 3 میتونه به خاطر ارتباط ماهواره‌ایش و بدون محدودیت برد از پایگاه‌هایی در چین عملیات‌هایی رو در خاورمیانه، آفریقا یا اقیانوس آرام انجام بده. عربستان خیلی مشتاق بود این پهپاد رو بخره، ولی آمریکا با سفرهای آقای ترامپ اومد و قراردادهای کلون بست و نذاشت چیزی گیر چینی ها بیاد. ترک ها هم یک شگفتی نظامی انجام دادن دوستان، یعنی یک پهپاد جنگنده ساختن که سرعتش بیشتر از 1000 کیلومتر در ساعت میرسه. این پهپاد جت رادارگریز به اسم قزل آلما است که ترکیبی از فناوری پهپادی و جنگنده های نسل ششم. البته هنوز به طور کامل عملیاتی نشده، اما همین الان هم ارتش های دنیا رو تکون داده. میگن بردش به 1500 کیلومتر میرسه که واقعا شگفت انگیزه. 14 متر طولشه. حد اکثر وزن برخاستش هم به 16 تن میرسه. از یک موتور توربوجت که محصول کشور اوکراین هست بهره میبره. وقتی شما به این پهپاد نگاه کنید بدون شک یاد پهپاد X47B آمریکایی میفته. حالا ممکنه بگین ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که برخلاف بیشتر پهپادهای ترکی قابلیت درگیری هوایی داره و میتونه موشک‌های هوا به هوا حمل کنه، دقیقاً مثل جنگنده ها. این پهپاد برای بلند شدن از بان‌های کوتاه طراحی شده، یعنی تیکاف از روی ناو پهپادبر ترکیه. احتیاجی به منجنیق هم نداره. این پهپاد میتونه به عنوان مرکز فرماندهی در آسمون عمل کنه و یا لینک بشه به پهپادهای دیگه و اونا رو کنترل کنه. این پهپاد ترکی هنوز در مراحل تست قرار داره، ولی تا پایان سال 2026 وارد خدمت ارتش ترکیه میشه و احتمالاً هم به کشورهای عربی صادر خواهد شد. خب مطمئنم که منتظر بودین تا من پیشرفته ترین پهپاد ایران رو بهتون معرفی کنم. اگر یک پهپاد بتونه بدون شناسایی شدن به عمق خاک دشمن نفوذ کنه و در کنارش مأموریت‌های شناسایی هم انجام بده یا بمب‌های هدایت شونده دقیقی رو در عملیات‌ها با خودش هم کنه، شما میتونین بهش شاهد 191 بگید. پهپادی رزمی رادارگریز با طراحی بالدی است، یعنی بیشتر بدن از بال تشکیل شده. طول پهپاد شاهد 191 کمتر از 3 متره. حد اکثر وزن برخاستش هم به 500 کیلو میرسه. بردش هم 1500 کیلومتره.
سقف پروازیش اعلام شده که 9000 متره. طراحی شاهد 191 الهام گرفته شده از پهپاد RQ-170 آمریکاییه. همچنین دارای سطح مقطع راداری بسیار پایینی هست. این پهپاد از روی ریل‌های نصب شده بر روی ماشین‌های متحرک مثل تویوتاهای هایلوکس پرتاب میشه و در آخر هم میتونه روی باند فرود بیاد. شاهد 191 نماد پیشرفت ایران در حوزه فناوری پهپادیه. اونم با ترکیب طراحی رادارگریز، قابلیت‌های شناسایی و تهاجمی. این پهپاد به یکی از ابزارهای کلیدی در مأموریت‌های حساس و پرخطر در ایران تبدیل شد. خب روسیه هم امسال یعنی 2025 پیشرفته ترین پهپاد خودش رو معرفی کرد. سوخو S-70 اینجاست. این پهپاد سنگین و رادارگریز با طراحی بالدیسه برای عملیات‌های تهاجمی و شناسایی در کنار جنگنده‌های نسل پنجمش یعنی سوخو 57 ها توسعه پیدا کرده. یه جورایی مکمل جنگنده‌ها قراره باشه. این پهپاد غولاسا حد اکثر وزن برخاستش به 20 تن میرسه، یعنی نزدیک به وزن یک جنگنده. 14 متر طولشه و از یک موتور توربوجت شبیه است موتور سوخو 57 بهره میبره. سرعتش به 1000 کیلومتر در ساعت میرسه. برد عملیاتیش هم 6000 کیلومتره. تسلیحاتی هم که حمل کنه هدایت شونده دقیق و هوا به هواست و به راحتی در کنار جنگنده ها به اهداف زمینی و هوایی یورش میبره. در اصل پهپاد سوخو S-70 اولین پرنده بدون سرنشین تهاجمی و رادارگریز روس هاست. خب رفقا، یک پهپاد دیگه هم به چشمم خورد که در اخبارها امروز خیلی سر و صدا کرد و طراحیش و کارکردش عجیب و غریب بود. اگر من بهتون بگم که یک پهپادی طراحی شده که میتونه در ارتفاع 15000 متری پرواز کنه و از دسترس خیلی از سامانه‌های پدافندی متعارف فرار کنه، چی فکر میکنید؟ این پهپادی که میخوام بهتون معرفی کنم میتونه 100 تا پهپاد کوچیک رو در وسط آسمون از دلش رها کنه و تا 7000 کیلومتر هم برد داشته باشه. بله، چینی ها باز هم همه رو با پهپاد غول‌پیکر جیوتیان شگفت زده کردن. پهپادی به طول 16 متر و حد اکثر وزن برخاست 16 تن. 6 تنش فقط سلاح و پهپادهای کوچیکه. این پهپاد غول‌پیکر میتونه تا 36 ساعت در آسمون باشه. پهپادی که به سرعت 700 کیلومتر در ساعت میتونه برسه. پهپاد جیوتیان قادر تا 100 پهپاد کوچیک با مهمات سرگردان رو از دو طرف بدنه خودش پرتاب یا خارج کنه که این قابلیت عجیب و غریب و شگفت انگیز اون رو به یک پهپاد مادر تبدیل کرده. این پهپاد میتونه برای مأموریت‌های مختلفی مثل شناسایی، جنگ الکترونیک، حملات دقیق و حتی عملیات‌های امدادی هم تنظیم و نقشه آفرینی کنه. این پهپاد به ارتباطات بسیار پیشرفته‌ای مجهز شده، یعنی رمزگذاری شده کوانتومی و در عین حال در کنار هوش مصنوعی برای مدیریت عملیات‌های پیچیده در محیط‌های جنگی و متخاصم طراحی و تولید خواهد شد. خب این 5 تا پهپاد یکی از پیشرفته ترین و جذاب ترین پهپادهایی بودن که در شرق کره زمین دارن توسعه و تولید میشن. حالا کدوم از این پهپادها شما رو بیشتر جذب کرد؟ حتما اسمشو این زیر برامون کامنت کنید. ممنون که تا آخر ویدیو همراهمون بودید. سابسکرایب کردن کانال ما و لایک کردن ویدیوهایی که از ما میبینین به شدت به ما انرژی میده. ممنون از شما.